سلام و درود خدمت شما عزیزان. سجاد هستم از کانال بومفکت. امروز قراره که عجایب هفتگانه رو بهتون معرفی کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. عجایب هفتگانه به دو دسته قدیم و مدرن تقسیم میشه که قصد داریم عجایب هفتگانه دنیای قدیم رو به شما معرفی کنیم. شماره 1 هرم جیزه در مصر یا هرم خوفو که بزرگترین هرم در مصر و تنها مورد از عجایب هفتگانه جهانه که تا الان هم پابرجاست. هرم جیزه در 4500 سال پیش ساخته شده و علت اینکه این هرم تا الان پابرجا مونده نوع و ساخت شکل هرمه، چون هرم یک سازه بسیار مقاوم در برابر آب و هوا و زلزله است. ساختن چنین سازه‌ای در دنیای امروزی که انقدر پیشرفته شده و کلی ابزار حرفه‌ای هم در دست داره کاری غیر ممکنه. این هرم باستانی برای مدت 4000 سال بلندترین سازه جهان بوده و انسان تا قرن 19 نتوانست سازی بلندتر از اون بسازه. نکته شگفت انگیز در مورد این اهرام اینه که در اون زمان ابزار پیشرفته وجود نداشته و معلوم نیست مصریان چگونه تونستن چنین سازی رو بسازن. یه تئوری دیگه هم اینه که اهرام توسط فرازمینی‌ها ساخته شدن، چون در اون زمان انسان توانایی ساختن چنین چیزی رو نداشته. شماره 2 باغ‌های معلق بابل. باغ‌های معلق بابل در شهر بابل قدیم که الان در عراق قرار داره ساخته شده. این باغ‌ها به دستور پادشاه بابل و به خاطر همسر بیمارش ساخته شده. پادشاه بابل با آمیتیس دختر پادشاه ماد ازدواج کرده و آمیتیس که قبل از ازدواج در محیط خوش آب و هوای کوهستانی و پر از باغ زندگی می‌کرد، از آب و هوای خشک بابل بیمار شد و برای همین پادشاه بابل برای بهبود حال همسرش دستور داد در نزدیکی رود فرات باغ‌های زیبایی رو بنا کنند که ارتفاع این باغ‌ها در حدود 23 متر از سطح زمین بوده و روی محوطه بزرگ و آجری ساخته شدن و دانشمندان معتقدند احتمالاً برای آبیاری این باغ‌ها آب رو از رود فرات می‌گرفتن و اگر این ادعا درست باشه سیستم آبیاری اونها از پمپ، چرخ و مخزن‌های آب تشکیل شده بود. نکته جالب در مورد این باغ‌ها اینه که تنها مورد از عجایب هفتگانه است که احتمال داره هرگز ساخته نشده باشه، چون بسیار از دانشمندان امروزی بر این باورند که شاید وجود این باغ‌ها باورپذیر باشد، اما به دلیل نبود مدارک کافی بیشتر به افسانه شباهت داره. حتی در کتیبه‌های خط میخی بابل هم هیچ گونه مدرکی از وجود چنین باغ‌هایی نیست. به نظر شما افسانه است یا واقعیت؟ شماره 3 مجسمه زئوس در یونان. زئوس در اساطیر یونان باستان پادشاه خدایان و خدای رعد و برق بوده. در قرن 5 قبل از میلاد یک مجسمه ساز آتنی به نام فیدیاس مجسمه عظیم و جثه از زئوس رو طراحی و تکمیل میکنه و بعد از ساخته شدن داخل معبد زئوس قرار گرفت. این تندیس شگفت انگیز با بالاتنه اوریان بر تخت چوبی زیبای نشسته بود و بیش از 13 متر ارتفاع داشت و بدنه اون از عاج فیل‌ها و موها و ریش مجسمه از طلا بود. در افسانه یونان باستان اومده که فیدیاس بعد از تکمیل مجسمه از زئوس میخواد که با نشونه ای کار اونو تایید کنه و در همون لحظه آذرخشی سراسر اون پرستشگاه رو روشن میکنه. زیر پایه های تخت هم دو موجود خیالی درست شده بود و سر و بالا تنه اونها به شکل زن و بدنشان به شکل شیر بوده که دو بال داشته. مجسمه زئوس برای بیشتر از 7 قرن در المپیای یونان بوده تا اینکه به قسطنطنیه روم منتقل شد و در نهایت در سال 462 پس از میلاد بر اثر آتش سوزی کاملا از بین رفت. شماره 4 معبد آرتمیس در آفسوس. معبد آرتمیس به دلیل قدمت زیاد و شکوه این مجموعه در زمان گذشته در میان عجایب هفتگانه قرار گرفته. معبد آرتمیس در 500 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و خیلی از هنرمندان مشهور دوران باستان و یونان روی نقش و نگارهای معبد کار کردند. معبد آرتمیس در 356 سال قبل از میلاد دقیقاً در شبی که اسکندر متولد شد آتش گرفت و بنا به گفته عده‌ای از تاریخ شناسان این معبد بارها تخریب و دوباره ساخته شده. معبد آرتمیس در گذشته‌های دور یکی از مراکز مهم معنوی در یونان باستان بوده و خیلی از بقایای بجا مونده از این معبد در موزه بریتانیا واقع در لندن است. در آخر معبد آرتمیس در سال 262 پس از میلاد تخریب و به این ترتیب یکی دیگر از عجایب هفتگانه دنیا به طور کامل از دنیا رفت.
در سال 1860 میلادی باستانشناسان بقایای معبد آرتمیس رو در اعماق رودخانه کایستر کشف کردند و به عقیده بسیاری از باستانشناسان بعد از هرم جیزه با شکوه ترین اثر در میان عجایب هفتگانه جهان است. شماره 5 آرامگاه هالیکارناسوس واقع در بدروم ترکیه. هنگامی که پادشاه کاریا درگذشت، همسرش دستور داد تا آرامگاه باشکوهی برای شوهرش بسازند. این آرامگاه بنای عظیم از سنگ مرمر سفید بود و ارتفاعش احتمالاً 41 متر بوده. این آرامگاه طراحی پیچیده‌ای داشت و از 3 طبقه مستطیلی شکل تشکیل می‌شد. دور تا دور آرامگاه پر از مجسمه‌های زیبا از انسان و حیوانات مختلف بوده. در طبقه میانی این ساختمان 36 ستون وجود داشت و سقفش نیز هرمی شکل بوده و در قسمت بالایی آرامگاه مجسمه 6 متری از سنگ مرمر ساخته شده بود که یک عرابه 4 اسب رو نشون میداد. به نظر باستانشناسان در قرن 13 به خاطر زلزله این بنای عظیم فرو ریخت و نابود شد. البته بقایای این آرامگاه هنوز هم در جنوب شرقی ترکیه وجود دارد. در سال 1846 میلادی قطعات یکی از کتیبه‌های کناری آرامگاه رو از کنار اون جدا می‌کنن و به موزه لندن میبرن. شماره 6 غول رودس یونان. غول رودس مجسمه بزرگ و برنزی از هلیوس خدای خورشید بوده که در شهر یونان ساخته شد. ساخت این مجسمه تقریباً 12 سال طول کشید. این غول بیشتر از 30 متر ارتفاع داشت و بلندترین مجسمه دنیای باستان بوده. بیشتر باستانشناسان اینطوری فکر میکنن که مجسمه شبیه هلیوس یا خدای خورشید بوده و در یک دستش مشعل و در دست دیگرش نیزه یا یک کمان داشته. برخی هم میگن پاهای مجسمه از هم باز بوده و هر کدوم از اونها یک طرف بندر قرار داشته. اما دانشمندان امروزی میگن که هر دو پای مجسمه در یک طرف بندر بوده، چون در غیر این صورت وزن مجسمه رو تحمل نمی‌کرده و اون فرو می‌ریخته. مجسمه غول رودس به مدت 60 سال پابرجا بود تا اینکه به دست زلزله مهیب نابود شد و از بین رفت و این تندیس دیگه هیچ وقت بازسازی نشد. صدها سال بعد اعراب به رودس حمله کردند و فلزهای باقی مونده از این مجسمه رو بردن. به همین دلیل باستانشناسان در مورد شکل مجسمه و محل دقیق استقرار اون چیز زیادی نمیدونن. خب قبل از اینکه بریم سراغ مورد آخر و بعدی، اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم ازتون. و شماره 7 فانوس دریایی اسکندریه. این فانوس دریایی کشتی‌های رود نیل رو برای عبور از بندر شلوغ شهر هدایت میکرد. نظرات مختلفی در مورد ارتفاع این بنا وجود داره و بعضی‌ها گفتن بین 61 تا 180 متر ارتفاع داشته. اما دانشمندان امروزی بر این باورند که ارتفاع این بنا چیزی در حدود 116 متر نبود. فانوس دریایی اسکندریه از سال 956 تا 1323 میلادی به خاطر زلزله‌های متعدد به کلی فرو ریخت و از بین رفت و از اون زمان تا حالا چیز زیادی از بقایای این فانوس در اعماق رود نیل پیدا شده. باستانشناسان از روی سکه‌های زرد شده قدیمی با نقش فانوس دریایی اسکندریه فهمیدن که این ساز 3 سطح داشته. سطح پایین اون به شکل مربع، سطح میانی به شکل یک هشت‌سیلی و سطح بالایی اون به شکل یک استوانه بوده. نوک این برج یک مجسمه تقریبا 5 متری داشته که احتمالاً متعلق به اسکندر بوده. ای کاش این سازه ها در طول زمان از بین نمی رفت و ما امروز میتونستیم شاهد اونا باشیم. به نظر شما از این 7 مورد کدوم یکی از هم با شکوه در و پر رمز و رازتر بوده؟ حالا از نظر خودم اهرام ثلاثه واقعا خیلی پر رمز و رازه. خوشحال میشم نظراتتون رو کامنت کنید. ممنونم از نگاه زیباتون. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.